فرض کن یه روز از خونه بیرون میای و میفهمی دیگه از امروز هیچ زنی تو دنیا وجود نداره. روز اول شوک عظیمی کل سیاره رو فرا میگیره. نصف جمعیت بشر یه شبه ناپدید شدن. خانواده ها از هم پاشیدن، بیمارستان ها، مدارس و مراکز حیاتی که بخش زیادی از کارکنانش زنها بودن به سرعت فلج میشن. بازارها به هم میریزن و فروشنده های کیف و کفش و لباس زنونه قفل مغازه هاشون رو میزنن. بعد از یه هفته سیستم های اقتصادی و اجتماعی به هم میریزه. مردها تازه میفهمن 70% خریدهای بازار رو زنها انجام میدادن. از طلا فروش ها تا فروشنده های لوازم آرایشی همه بیکار میشن. دکترهای جراحی زیبایی و آرایشگاه‌های زنونه در سراسر جهان یه شبه ورشکست میشن. مردها هم میمونن با یک بازار خاک خورده. بعد از یه ماه همه میفهمن که مراقبت از میلیون‌ها کودک بدون مادر غیر ممکنه. تازه جامعه با یه بحران حیاتی هم روبرو شده. امکان تولید مثل طبیعی کاملا از بین رفته. تنها امید پروژه‌های علمی شامل شبیه‌سازی انسان و استفاده از جنین‌های منجمده. مراکز تحقیقاتی با سرعت بی‌سابقه‌ای شروع به کار می‌کنند. در همین حال آمار مرگ و میر کودکان و افراد آسیب‌پذیر به سرعت بالا میره. بعد از 1 سال نرخ تولد جهانی به 0 میرسه. جمعیت بشر شروع به کاهش میکنه. ساختارهای اجتماعی فرو میریزن. فرهنگ‌ها، خانواده‌ها و روابط انسانی سقوط میکنن. دنیا پر از مردهای تنها و بی هدف میشه. جامعه رسما به هم میریزه و خبری از نسل جدید نیست. 10 سال بعد جمعیت جهانی به شدت کاهش یافته. اکثر کودکان باقی مونده یا بی سرپرستن یا در مراکز تحقیقاتی بزرگ میشن. پروژه های کلونسازی به موفقیت های محدودی رسیده اما ظرفیت اونها بسیار پایینه. تمدن انسانی وارد عصر زوال میشه. شهرها پر از مردهای نیمه دیوانه است. کافی شاپ ها تعطیل شدن چون دیگه کسی قهوه لاته با فوم قلبی نمیخواد. حتی آهنگ‌های عاشقانه هم از پلیلیست دنیا حذف شدن چون دیگه هیچ داستان عاشقانه‌ای وجود نداره. دیگه توی شهرها خبری از ساختمون‌های رنگی و ماشینای شاد نیست. همه چیز یا خاکستری تیره است یا سفید بیروح. انگار جهان رنگش رو با رفتن زنها از دست داده. 100 سال بعد زمین پر از ساختمان‌های متروکه و ماشینالات خاموشه و سیاره زمین آرام آرام از حضور انسان تهی میشه. بازمانده‌ها مردان پیر و خسته‌ای هستند که تاریخ رو اینطوری می‌نویسن: از روزی که زنها ناپدید شدند، آینده بشر در مسیر انقراض افتاد. ایده قسمت بعدی با شماست. توی کامنت ها بنویسید دلتون میخواد ماجرای بعدی چی باشه. اگه از این قسمت خوشتون اومد لایک یادتون نره و حتما فیچر رو دنبال کنید تا قسمت بعدی رو از دست ندید. یادتون باشه همیشه کنجکاو و فیچری بمونید.